بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي بعث الانبیاء والرسول للهدایة العباد و افضل الصلاة و اتم السلام على رسوله محمد خاتم الانبیاء والمرسلین حب القلوب و شفائها محمد المصطفى صلی الله علیه و سلم و علی آله و اصحابه و ازواجه و ذریاته و بارک و سلم علیه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام، مهمانان گرامی قدر. الحمدلله ما چخیلی که یک آرزو کرده بودیم، انشاءالله اینم باشد. انشاءالله ماهی مبارک، ماهی الحمدلله پیشوازگیری ماهی شریف رمضان است. عزیزان من، با کمال و ادب عزیزان من، با احترام و صمیمانه با شما دوستان عزیز و امتان محمدی صلی الله علیه و سلم و مهمانان گرامی قدر، اینک چند روز دیگر ماند برای آمدن ماه شریف رمضان. از این فرصت استفاده برده عزیزان من، شما را یعنی به مناسبت فرارسی ماه رحمت، ماه مغفرت، ماه عتق من النار که از آتش دوزخ خلاص شدن است، تبریک و مبارک باد میگیم عزیزان من. البته الله حق سبحانه و تعالی برای هر یک شما تنصیحاتی، خاطر جمعی، خانه آبادی و خوشبختی های دنیا و آخرت را الله سبحانه و تعالی اله میسر بگرداند و تمام مسلمانان این چنین روی دنیا و مسلمانان انشاءالله ازبکستان زمین و مسافرانی که امروز از وطن دور در راه سفر هستند، از قلب دل صمیمانه تبریک و مبارک باد میگم عزیزان من. و این چنین خداخواد هفته گذشته شیخ مفتی ازبکستان انشاءالله حضرت نوریدین حاجی هفته گذشته ما و شما عزیزان به مناسبت فرارسی ماه شریف رمضان تبریک و مبارک باد گفتند. و 3 روز پیش این چنین رئیس ناحیه یعنی اکی سید موسی این چنین خدا خواهد از صمیم قلب شو ما و شما مسلمانان الحمدلله به مناسبت فرارسی انشاءالله یعنی این عید مبارک و تبریکات کردن. این چنین انشاءالله جناب خدا خواهد انشاءالله یعنی پادشاه ما و شما هم انشاءالله یعنی ما و شما را به این مناسبت البته انشاءالله تبریک و مبارک باد گفتند. ما و شما عزیزان من این انشاءالله یعنی ماه پرفیض، ماه پربرکات اله مبارک باشد. شاعر چنین مصرع‌های شعر می آورد: ماهی رمضان، ماهی قرآن مبارک، ماهی گرم و رحمت رحمان مبارک. ماهی رمضان این ماهی قرآن مبارک، ماهی کرم و رحمت رحمان مبارک. ماهی است که بهتر ز جمیع ماهی سال است، آمرزش و بخشیدن عصیان مبارک. ماهی است که بهتر ز جمیع ماهی سال است، آمرزش و بخشیدن عصیان مبارک. ماهی است که همه دروازه جنت باز است، آزادی همه دوزخ و نیران مبارک. ماهی است که همه دروازه جنت باز است، آزادی همه دوزخ و نیران مبارک. ماهی است که مردم همه روزه شبهای پر از خوانش قرآن مبارک. ماهی است که مردم همه روزه شبهای پر از خوانش قرآن مبارک.
ماهیست که اندر دهی آخر شب قدر است، بهتر زی هزار ماهی به آن مبارک. ماهیست که اندر دهی آخر شب قدر است، بهتر زی هزار ماهی به آن مبارک. از فیض و فتوحی سحرش بهره نماید، هر شامی پر از نعمت الوان مبارک. بهتر از هزار ماهی به آن مبارک. از فیض و فتوحی سحرش بهره نماید، هر شامی پر از نعمت الوان مبارک. هر لحظه این ماه غنیمت شمارد، هر دم به شما مژدهی از آن مبارک. هر لحظه این ماه غنیمت شمارد، هر دم به شما مژدهی از آن مبارک. من عاجزم از مژده ماهی معظم، وصف شده از جانب سبحان مبارک. من عاجزم از مژده این ماهی معظم، وصف شده از جانب سبحان مبارک. ماهی رمضان این ماهی قرآن مبارک، ماهی کرم و رحمت رحمان مبارک. بار دیگر شما عزیزان، ما این مناسبت انشاءالله فرارسی ماهی مبارک تبریک انشاءالله و مبارک باد میگیم. و همیشه این ماه برای ما شما عزیزانی من مبارک شود و این ماه انشاءالله خدا خواهد چیکار کنیم؟ با یک انشاءالله زیباگی، با یک خرسندی، با یک شادی انشاءالله خدا خواهد پیشواز گیریم و چند از آیات و حدیث ها درباره این ماه به شما عزیزان انشاءالله هم صحبت میشویم. رمضان انشاءالله این فرض است عزیزان من، به گردن هر یک مسلمان، چی مرد است چی زن است عزیزان من، قرض است. نه این برای مردانه بلکه برای زنها هم. دخترها که انشاءالله به سین خداخواه 9 ساله که رسید، بچه ها که به سین 12 رسید، امرش کنین انشاءالله به روزه و نماز در گردن و یا این انشاءالله فرض و قرض می شود. پیغمبر علیه السلام حدیث متفق علیه از زان من، یعنی 5 چیز از رکن اسلام است. یکیش انشاءالله لا اله الا الله محمد رسول الله. ما هم به خالق و هم به مخلوق ایمان میاریم. خالقش لا اله الا الله، مخلوقش محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم عزیزان من. و یکی دیگرش 5 وقت نماز خواندن است عزیزان من. و یکی دیگرش انشاءالله زکات مال دادن است. و یکی دیگرش روزه ماه شریف رمضان داشتن است. و یکی دیگرش عزیزان من انشاءالله در عمر 1 مرتبه حج خانه کعبه انشاءالله خدا زیارت کردن در گردن هر یک مسلمان فرض و قرض است انشاءالله خدا خواهد. و این چنین انشاءالله که ماه 3 رکن انشاءالله که این یعنی روزه است. الحمدلله امروز پیشوازگیری این ماه مبارک هممون انشاءالله تیار باشیم، آماده باشیم در این ماه. در این ماه خدا خدا 3 روز دیگر وقت است با تا این 3 روز انشاءالله خدا خواهد چکار کنیم؟ حرکت کنیم انشاءالله هممون آماده تیاری خدا خواهد. چخیل که شب سال نو تیار میبینی که به از ما نیست، چکار میکنی خدا خواهد؟ نه این دوگ میمونی، نه گوسفند میمونی، نه بلا و بدتر میمونی. این ماه اکن همچنان پیشوازگیر. در این ماه در عائلت 10 کیلو گوشت گیر. در این ماه در عائلت انواع میوه خدا خواهد میسر کن، انواع شیرینات میسر کن تا که کودکا خدا خواهد راحت کرده روزه گیرن. در این ماه این چنین فرزندکات آزاد از کار کن.
گو بچه هم دخترم همین مکتب رو خودش هوای خدا خواهد کاره همون درسک تا خونده بیا نمازی پیشین تا بخون خوزم بچم تا نمازی عصر خوزم با عصرک تا بخون با هلاک باشی تا شام با خوزم نکی جان بچه جان دختر جان روزت نخور که من طاقتی عذاب الهی ندارم روز قیامت به ایوزی نماز نخواندنی وای به ایوزی عزیزی من روزه نگرفتنی وای اولا منو تو عذاب میکشیم منو چون خدا در سوره تحریم اعلام می‌دارد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قوا انفسکم و اهلیکم نارا خدا میگه ای مردم شما خودتونه و اهل آیل زن و فرزند و کیرین و داماد و دیگر تا از آتش دوزخ خلاص کن که روز قیامت اینها هضم دوزخ میشوند. گفت الله سبحانه و تعالی از این وعید سخت بترس از این وعید سخت بترس آیلت به نماز کن دخترات به حجاب کن زن تا به نماز کن روزه ماه شریف رمضان روزه داشتنش امر کن انشاءالله این امر خداست نه امر مخلوق است امر خالق امر یکتاست که ما و شما را آفرید این روزه نه برای یک من و تو بلکه از پیدایش دنیا از آدم علیه السلام تا خاتم محمد صلی الله علیه و سلم روزه فرض بود. خدا در سوره بقره آیت 183 سوره گو میگد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خدا میگه ای آنانی که ایمان آوردی من الله میگویی قرآن حق میگویی محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبری بر حق میگویی با آمدن قیامت و جنت و دوزخ و نیکی بعد ایمان داری بر تو میگد روزه فرض است چنانه که فرض گردانیده شده بود پیش از دیگران اهل یهود نم فرضی نصاران نم فرضی عزیزان برو کسی که 4 کتابی سماوی نه ایمان میارد و اطاعت میکند همش نه روزه فرضه خیال نکن فقط خاصتا برای امتای محمد نیست عزیزانی من با همه فرض است. رمضان از 5 حرف عبارت است. ریش میگد اگر کسی که روزه گیرد خدا رزقش فراوان میکرده عزیزان من رزق تا خدا انشاءالله خدا خد تا سال دیگر زیاده میکند. ببینین اشی عملهای نیک انشاءالله در این ماه عملهایی که نیک میکنی نسبت دیگر 11 ماه دیگر الله سبحانه و تعالی اجرش به حساب و به کتاب میتید. اش همین است میش مقصد نیک الله که به این ماه که رسوندد مقصد خوب که انشاءالله خدا کرد گو ربنا پروردگارا من به این ماه داخلم کردی اگه 11 ماه دیگر به گناه سفر بر نشم دیگر گفت شیطانی ملعون نکنم رای شیطان ندارم تا سال دیگر باز زنده باشم با ماهی مبارک تمه دارم با ماهی مبارک تا شبهاش قیام میکنم روزه میگیرم شبها تراویح را میخونم نیت خوب که انشاءالله مقصد که میرساند. الله سبحانه و تعالی خدا خواهد همه نیت وابسته به عمل ما و شما است عزیزانی من. یکی دیگرش خدا خواهد انشاءالله عملهای کاری خیر خدا خواهد انشاءالله نیت کردنگی پروردگارا خدا خواهد انشاءالله از این طرف فقط کاری خوبه میکنم دیگر گناه نمیکنم نه بلکه 1 ماه خطبه داری و بعد 11 ماه دیگر گناه کنی نکی کار خدا خواهد انشاءالله. ما و شما خدا برای عبادت آفرید برای گناه کردن نه عزیزانی من. و یکی دیگرش اینجا الله خدا خواهد زش زندگی آسوده میگد ما و شما خدا خواهد انشاءالله الله سبحانه و تعالی ما و شما با آزاد زندگی کردن به دنیا آوردگی است عزیزان من. ما همیشه زندگی باید که خوب کنیم زندگی آزاده کنیم انشاءالله تازه کنیم زندگی نیک کنیم انشاءالله نه زندگی ما شما از گناه آغشته باشد نه زندگی ما شما عراق و زنا و دزدی و قمار بازی باشد
بلکه خدا خواهد آزاده، تازه، حلال خور، حلال پوش انشاءالله خدا خواهد. حلال را حساب، حرام را عذاب. یاد نبرد این دنیا دل عذاب باشه میتید، حالی در آخرت عذاب مقدمه، در پیش عذاب. از خدا بترس عزیزانی من. و یکی دیگرش انشاءالله خدا خواهد نیشه گفتیم آبادی نصیبتون باد. انشاءالله خدا خواهد دعای خوب، یعنی آبادی مکان، آبادی خدا خواهد خانه، آبادی دنیا، آبادی آخرت. آبادی این دنیا رو هم آباد کن، آخرت هم آباد کن. پیغمبر نازنین میگه جوانی خوب همان جوانی است که در جوانیش دو دنیاش آباد میشود. خانه‌های خوب میکند، فرزندکای خوب میموند، عمل و خیر احسانی خوب میکند در دنیا و در آخرت انشاءالله توشه آخرتش مستحکم میکند. از نماز و روزه و حج و خدا خواهد عملهای خوب عبارت. همین دنیا ما جنت مسترد کرده میگیریم. یاد نبرد فرمودن بیکانم تو که از دنیا مزرعت الاخره، دنیا کسداری آخرت عزیزی من. در همین دنیا میکاری خدا خواهد چی خوب میکاری، خوبی کاری جنت، بدی کاری دوزخ. یاد نبرد انشاءالله خدا خواهد. خدا همین خیلی خدا عادله، همین خیلی حکمت میکند، همین خیلی خدا خواهد جزاد میتیه که خودت حیرون میشی. خدا ظالم نیست، خدا عادل است. الحمدلله ما امروز یک عادل مخلوق دیده تن داده ساده امروز. خانش زن فلان چی عادله طوری می که گله من شاه عادل بالای ما شما آورد، هممون شب و روز داشت داریم که شاه عادل حقوق بشر بالا برداشت که خرسندیم. نه که الله سبحانه و تعالی 15 عصر پیش در قرآن اعلان کرد که من نسبت شما عادل تر هستم، من عادل هستم. بین ما انی الله هم آفریدیم، الله هم انشاءالله شب و روز خدمت چه بکنیم بجا بیاریم خدا خواهد انشاءالله. شاعر میگه ماه رمضان آمد از سوی بهشت، آید به مشام مؤمنان بوی بهشت. هر کس که در این ماه دل آزاری کند، نه بوی بهشت بیند و نه روی بهشت. این از جانب خداوند از جنت اومد الحمدلله. برای چی؟ امروز خدا خواهد روز بازار دوشنبه تمام دروازه های جنت 8 درش بروی روزداران گشاده می شود. این حدیث صحیح پیغمبر است. و تمام شیاطین ملعون کشنگ زده می شود، زنی پیچو میکنن، مخشو میکنن و دروازه های دوزخ برای روح انشاءالله مسلمانان انشاءالله بسته می شود و 8 دروازه آسمان گشاده می شود عزیزی من. 8 دروازه آسمان. الحمدلله خداوند هر لحظه به نظری رحمت ما را نگاه میکند. هر لحظه وقتی که ما روزه میگیریم تشنه میمانیم، گشنه میمانیم، الله مهربان انشاءالله خدا خواهد. پیغمبر نازنین گفتن 2 خرسندی است، فرحتان للصائمی، برای روزداران 2 خرسندی است گفتن. یکیش گفتن این دل افطار، وقتی افطار که سر می شود عزیزانی من ما شما چکار میکنیم؟ آماده خدا خواهد روزه گشایی میکنیم. این سنت است. همسرت بگو، دخترکات بچهات بگو ساعت خدا خواهد نیم ساعت که شام که موند استلا نقریبت کنن انشاءالله خدا خواهد. کشن انواع میوه را بیار موم در بالاش، منتظر شو خدا خواهد لحظه هایی انشاءالله کشادن. الله سبحانه و تعالی همین لحظه من و شما را به نظر رحمت میدیده. فرشته را یک بار اعطام میکنه، میگفته ای فرشته ها شما گفته که آدم نافر خونی ناحق میریزن فساد میکنن، امروز بین از کی ترسیده؟ امروز به ناز و نعمت دست دراز نداره. از کی؟ از من میترسن. در خونه دیگه هیچ کس نیست، از غیر 3-4 کس عبارت چی؟ میتونی بعد عصر روزت بخوری، میتونیم شام نشیده بخوری. میگفت از منتظری فرمانی من ایستادیم، الله به نظری رحمت میبیند. این بخت نیست کسی ده که الله انشاءالله به نظری رحمتش سزاوار میکند و جنتی است. یاد نبرار
وقتی که رحمت خدا سزاوار میشوی انشاءالله خدا خواهد البته الله گناهات مغفرت میکند. و یکی دیگرش این در لقاء الله، وقتی که روز قیامت الله سبحانه و تعالی روزدارا را با دیدارش انشاءالله مشرف میکند و خدا 8 در جنت 1 درش برای روزدارا است. پیغمبر گفتند این فی الجنت بابا یقال له الریان لا یدخلون الا الصائمون فی شهر رمضان. گفت خدا در جنت الله یک در دارد، او در فقط نامش ریان است، فقط روزدارا داخل اون خانه میشود. خلاص عزیزان من، یگان کس ره نمیتین. روز قیامت ندا میکرد است از جانب الله که کجاست روزداران ماه شریف رمضان، مرحمت این دروازه منتظر شماست. همه ما شما روزدارا میخستیم انشاءالله خدا خد طرفی همون دروازه داخل میشتیم. همه روزدارا که داخل که شد دروازه محکم کرده میشود. خداوند برای ما و شما مخصوص الهی در دروازه دارد انشاءالله خدا خد. الهی در دروازه، الهی در مقام برای ما شما جای تیار دارد الله سبحانه و تعالی. این روزدارای ماه شریف رمضانه. کسی که در این ماه اگر دل آزاری کند نه بوی بهشت بیند و نه روی بهشت. کسی که در این ماه خدا خواهد دل آزاری میکنی، از یک کسی آزار میتی، از دستی تو زنت آزار میکشد، یا که دخترچه هات یا که بچه هات یا که عروسات آزار کشد، تو آدم نیستی. خدا در دنیا ما را برای آزار دادن نآورده است. ما شما الله سبحانه تو چنان کاری که زنوت از خانه میبرایی منتظری تشریفی تو باشد. کودککان نمیراد پایسته بسن که کی بابام انشاءالله به خانه می اومد باشد، نگد که گم شو برو نبینمت، نگد. چنان معامله که نسبت خدا خد در این ماه، چنان نوازش که انشاءالله خدا خد. دوره های شوروی بود، دوره بی خدایی بود، پارتی کمونیستی بود، کسی خدا لیرین خدا میگفتند همون زمان ها، خدا نگه دارد نعوذ بالله، داهیش میگفتند. همون دوره ها هم خدا ترسا برای خدا خود آیلاش برپا میکردن همه چیزه. پدر خدا رحمتش کرده باشد، برادر کلانی هم جشته است. همین برادر یک خصلت داشت، در ماه رمضان به انگر روزه نمیگرفت. پدر کدام حالت باشد بچه یکم نخرد گفته روزه انگر تیار کرده میموند که بچه یکم نخرد. او دور هیچ کس خدا نمیشناخت، بسم الله گفتن جنایت بود. همون دور پدر از خدا میترسید. همون پدر همون وقت ما روزه میگفتیم، دوره های شوروی هم بود، میفهماندن، مبارزه میبردن، میگفتن بچه جانم روزه رو گیره. پکا من جواب میتیم پیش الله، کتاب خانه، قرآن خانه، حدیث بخون بچم، علم یاد گیر. یاد میدادن همون وقتا که دوره ها بسم الله گفتن جنایت بود. امروز خدا خواهد امکانیت هست، امروز شما هم شرایطاتون خدا خواهد زیاد کنه نسبت فرزندکاتو، عائلت خدا خواهد برو 1 میلیون پول برو در یک ماه، پول دریغ ندار، آخرت تا دریغ دار انشاءالله خدا خواهد. و روزه گیره خدا خواهد این شرف بر شما است انشاءالله خدا خواهد. روز قیامت خدا هم با تو فایلی وی بچه هاتون اگر دختراتون امری با جنت کند میگفت است ما داخل نمیشیم تا که پدر مادرم داخل نشوه. میشناسد پگه اگر خدا را شناخته شی او، اگر انشاءالله وظیفه هایی که مسلمانی در پیش گذاشته است اگر انشاءالله کرده باشی عزیزی من. پیامبر اسلام میگن من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. کسی که روزه ماه شریف رمضان میگد، از چی میگد؟ روزه دارد با امید ثواب، با امید انشاءالله خدا خواهد رحمت خدا سزاوار شدن. میگد اگر امید که تی ثواب امید گیرد خدا تمام گناهاش مغفرت میکند انشاءالله. اگر روزه تمام که کری شب روزی 30 الله میگفت است من از بندم راضی هستم، من از بندم راضی هستم. خدا که اگر از بنده راضی شد
شود مولا از بنده راضی، با او یار است استقبال و ماضی. یاد نبرار اگر خدا از من و تو راضی شید، این دنیا دم آخرتم آباد است. گر شود مولا از بنده آزار، همه در دو عالم از تو بیزار. اگر کاری کنیم که خدا از ما بیزار نشوه، اگر خدا بیزار شوه همه بیزار میشه از من و تو. همه به چشم بد و حقارت من و تو را نگاه میکند. کاری کنیم که الله مهربان انشاءالله راضی باشد. خدای مهربان همیشه انشاءالله خدا خواهد از ما و شما راضی باشد. پیغمبر علیه السلام این روزه 3 دهنده تقسیمش کردن. 3 دهه دارد. اولها رحمتون و اوسطها مغفرتون و آخرها عتق من النیران. این دهه را 10 روز اولش انشاءالله دهه رحمت است. کسی که 10 روز روزه را گیرد، شبها شب بیان تراویح قیام کند، پشت خدا خواهد قاریان ده الحمدلله، الله 10 روز به نظر رحمت نگاهت میکنه انشاءالله خدا خواهد. و دهه میانه را کسی که گیرد انشاءالله خدا خواهد، دهه مغفرت است عزیزان من. تمام گناهات الله مغفرت میکند. گویا که میگد بزرگا گفتین از مادر کسی که 12 سالگی به گناه هستی، همچنان اگر 50 دور مداشی 60 و 70 دور مداشی 70 ساله گناه تخدا میبخشه. این بخت نیست که به ناموس با روزه بخری. روزه داران خوران عذابی سخته. ای خدا بترس، این امتحانه، این سنجش الهیه. خدا میتونست خدا خود روزه فقط در 1 ماه زمستون میکردش، میتونست 1 ماه تیرما کنش، میتونست بهار کنش. مقصد چی کار کرد؟ تدبیر کرد که کنی در ماه رمضان سرطان کی روزه میگیرد خدا خود انیق میشه، یا منافق هستی یا دروغ هستی. زمستان ده همه روزه میگیرد، گام روزه میگیرد. گام خوشاش نگی تو بگه نمیمره. روز کوتاه 5 ساعت و 6 ساعت، اما 18 ساعت هاش نخدا میسنجد. بعد کنی طاقت میکنیمی، صبر میکنیمی، نه خدا برای چین روزاش دیگرگون کرد الله میسنجد ما شما. این وقتی خدا خواهد من دورای همون کمونیستین ده یک شعار بود، این روزه برای اکونومیکا میگفت. خدای تعالی برای اکونومیکا نیستین، این سنجش الهی از خدا خواهد انشاءالله. من دورای محمد گشنگی بود، پیغمبر علیه السلام گاه 1-2 خرما میافتن خلاص. که روزه میگرفتن اونجا با گرمی هاش بین، اونجا با خدا خواهد مشقت هاش بین. در خانه هاشو هیچی نبود بیچان، نه خدا ما و شماری هر روز 3 مراتب آش نمیخوردن صحابه کرام. گوشت مرغ و خدا خواهد کلپسه و گوشت خدا خواهد انشاءالله گو و گوشت گوسفند در کجا بود. بیچاره دوری قحطی بود، گشنگی بود. محمد از گشنگی 2 تا سنگ میبست در شکمش. ای گشنگی که آدما نبینن نفهمن، شکمکش در پشتکش چسبیدگی بود. ای گشنگی را امروز شکر به خدا که انواع نیز نعمت داری، باخت نیرنگ میکنی خدا خواهد انشاءالله. باخت انشاءالله فریب میکنی. برای من انشاءالله روزه رو بگیر. شاعر میگد گل در درونی آبای، روزگیری ثوابای. نبینید گل در درونی آبای، روزگیری ثوابای. کسی روزه نگیرد فردا او در عذابه. دل شده پاره پاره، خدایا ببخش ما را، صبر و تحمل بده شخصان روزه داره. ببینید کی هم باشد شاعری خوب انشاءالله خدا خواهد. از اینترنت گرفتمش الحمدلله. گفت از کسی که اگر روزه میگیرد ثواب میگیرد جنت است، کسی که روزه میخورد عذاب در پیش است انشاءالله خدا خواهد. میگه آدمای روزه داره، میگه تحملش ده انشاءالله خدا خواهد، قوت شده با قوت شده انشاءالله خدا خواهد، تا که انشاءالله خدا خواهد چیکار کنند این روزه رو انشاءالله بگیرن، صبر و طاقت یان. شاعر میگه از گشنگی ترسانی، از تشنگی لرزانی. ببینید از گشنگی میترسی که میمورم گشنگی، از تشنگی میترسی که میمورم گشنگی.
خدا انشاءالله خودش قوت میتید. و این خوردنی با آشامیدنی می روزکی داری لا حول ولا قوت از شتست که زدنگی تسبیح کتی لا حول ولا قوت الا بالله. نیست میگد قوت برای طاعت عبادت، نیست میگد نجاتی از دوزخ الا بالله، مگرم به یاردمی الله. الله یاردمت میکند، الله آسانت میکند. خدا خواهد انشاءالله این روز گرفتن انشاءالله خدا خواهد. نترس. سیومش اتکم من النار، آخرون انشاءالله ده آزاد شدن از آتش دوزخه. کسی که سیوم ده را انشاءالله کاملا روزه میگیری انشاءالله دوزخ بر تو حرام میشود خدا خواهد. چون که محمد اسلام وعدش دروغ نیست، حق است. سخن محمد به الله یک جایم استد. عزیزی من انشاءالله خدا خواهد. بینید آخرون اتکم من النار، آخرون با یک شب خوب دارد. میدانید شب چی است؟ شب قدر. خدا الله یک سوره به این نامی ماه فرستنده است، سوره قدر. در آیت سیمش میگه استعیذ بالله لیلة القدر خیر من الف شهر. این شب است که میگه بهتر است از 1000 ماه. 1000 ماهش 84 سال میشود. آیا ما 84 سال عمر میبینیم؟ نه، الله میدونه. یا میبینیم می گارانتی داری؟ همون شب اگر تا سر خواه نرفته ذکر کرد، قرآن خونده، تسبیح گفته انشاءالله خدا خواهد برا الله سبحانه و تعالی انشاءالله 84 ساله عبادت در نامه اعمال ضبط کرده میتیه خدا خواهد فرشته. این روز میشود خدا خواهد بابا شما فضیلتی روز بسیار است خدا خواهد. یکایه ها دارد خدا نمریم زنده باشیم دهه آخر درآید. در این باره شب انشاءالله خدا خواهد صحبت میکنیم. و روز قیامت الله سبحانه و تعالی دو چیز رالی ادوکت بازی میکند عزیزان من. دو چیز. یکی همین روزه است. روزه انشاءالله خدا خواهد پیش الله نشاهدی میداد است که همین بنده در دنیا از خوردن، آشامیدن و از زناشون نزدیکی کردن از ترسی خود دور ایستادن. من حرمت کردن، عزت کردن، من پاس داشتن، من همون ماه بیگناه با طاعت و عبادت گذروندن. اینا را من بته من شفاعت میکنم داده میشه خدا خواهد انشاءالله. ببینید روزه چنان انشاءالله فضل و کرم دارد. یکی دیگرش انشاءالله قرآن است عزیز من. اکنون این ماه مبارک ماه نزول قرآن، شب همون قدر 27 بالکل قرآن با آسمان دنیا نازل شده است و در دوام 23 سال با پیغمبر نازنین محمد علیه السلام چی آیت سوره در دوام 23 سال بعد نازل شد. همین شب قدر بالکل نزول قرآن عزیزی من انشاءالله خدا خواهد. قرآن نازل شده که شب است. این چنین خدا خواهد من در خدا خواهد ما و شمارم در این روزها در این چیزها چکار میکنن؟ الحمدلله در این شبها بلبلا خدا خواهد چقص میکنن. الحمدلله بیعدد شکر. همه تمام دنیایی که مسلمان آبادی است روزی بازار شبی انشاءالله دوشنبه روزه است عزیزانی من. اولین یکم روزه ماه شریف رمضان یکم روزی بازار الحمدلله تراویح می شود. روزی بازار خدا خواهد شب چیکار میکنیم؟ در همه مسجدهای خدا خواهد دوری دنیا که مسلمان ها زندگی میکنن الحمدلله این تراویح را خدا خواهد پیشواز میگیرن. این تراویح هم سنت است عزیزانی من. رسول الله گفتند که ان الله فرض علیکم الصیام و سن قیامه. خدا میگه فرض گردانید برای شما روزه را و شبهاش زنده داشتن از سنت کرد عزیزانی من. یعنی شباش به چی زنده میداریم؟ به نماز تراویح. انشاءالله خدا خواهد 20 رکعتی نماز تراویح خونده میشود الحمدلله. در این تراویح که شبهاش قیام میشود الحمدلله. 1 ساعت 2 ساعت خدا خواهد برای رضای الله پیش الله میستیم انشاءالله. هر شبش الله ده فضیلت دارد عزیزانی من. هر شبش پرپسکت نه که خدا خواهد انشاءالله این شبها را انشاءالله خدا گجای رای روزکشا حرکت که نیم ساعت پیش حرکت که خیز انشاءالله خدا خواهد.
بیا خدا خط در این مسجد انشاءالله خدا خط الحمدلله مسجدی کشاده انشاءالله خدا خط همه شرایط رو ما آماده میکنیم انشاءالله شرایط های بلند آماده میشود آبخوای آب دارده میتیم چای خواهی چای دارده میتیم چی بخوای خدا خط انشاءالله همه شرایط رو آماده میکنیم یگان کس تشنه نمیمونی انواع خیلی خرمه ها میاریم انواع نوشاکی ها رو میاریم انشاءالله خدا خط بیمار باشی هم برای شما جا کرده میتیم شیشته بخون نتانی خواه رفته خون جات کرده میتیم بیا بکن عبادت خدا را امروز شرایط داریم الحمدلله همه چیز کردن قادر هستیم دوره سری پوری است الحمدلله همه چیز است بیا این ولید باشی اصطلاح خیلاش میارم پیش نمیمانم بشین بخون نکی بخون دروغ بونه نکن دروغ خدا کسل هم نکن این گندگی چیز میدانین من خدا خط تلفن ما ماه رمضان دم نمیگیرد من گردم در میکند آشقزانم در میکند فلان هستم پلان هستم شوکورم انی ترستم دروغ گوی اگر شوکور میشه خدا خواهد من خونه خدا نشدم اگر باشه دیگه که آشقزان بتون باشه و در میکنه ان شاء الله میتیاد خدا بعد روزه خدا خدا پدست میشه من چه چیز میگم من تا دعا نکردم این پیغمبر دعا کرده پیغمبر علیه السلام شاه محدثا امام بخاری اولین حدیثش خدا خواهد انشاءالله به همین سخن آغاز کرده انما الاعمال بالنیات یکی کتاب های مقدس ترینی صحیح بخاری که در عالم اسلام انشاءالله بعد قرآن میستد اولین انشاءالله حدیث همین اومده که هر یک عمل شما به نیت شما وابسته است انشاءالله خدا خواهد نیت خوب که خدا خواهد صحت میشم گو صحت میشه با خدا خواهد روزه آدم ها امروز لیچه ندارن دنیا آنده و گوشنگی انشاءالله خدا خواهد آدم لیچه ندارن بلکه خدا خواهد همه اعضاد از نام می شود ولاد پرشنات خدا خواهد سویجی می شود همین دیلت ولی موشنه وری هستی تا ولی چسبه موشنت برق نیم دیلت چسبه برفتی پرشنات زدنی موسات خدا خواهد در دانش کیرم و کجدم و بلا و بطلا همین خدا خواهد مونده میمونن خلاص میشه خدا خواهد ماهی دیگه با 3-11 ماه سویجی انشاءالله میگردی در این باره علماء توصیه کردگی سخناش است من از فکر خودم نمیگم یک انشاءالله روزه برای ما و شما لیچینی هست ما ترابی را شب برای چی گفتیم ترابی سنت شد میدانین این ترابه علومک برای معده کمک وقتی که ما شما در خلاقت در بعد شام چونکه چشم ما گیش ناز کو زدن میگیریم خلاقت پرس میشه درش همون پرس 20 رکعت نماز حالش میکنه الحمدلله ببینید خدا مهربانه هرگز نمیخواد که ما شما انشاءالله خدا خواهد آزار یابیم وقت همشید است عزیزان من دفعه دیگر خدا خواهد کیهان در روزه ممکنه کیهان در ممکن نیست انشاءالله خدا خواهد از آیت کریمه چندین سوالا پیش ما وارد اومده است که در ماه رمضان آیا نوجوانای کشتی خانه‌دار میشن آیا جاگه خوابی ممکن است نیست خیلی عقیده های پسیدگی حالی هم گشته است خدا خواهد انشاءالله من از شما از روی قرآن انشاءالله میارم جمعه دیگر نموریم انشاءالله زنده باشیم یا که شبها خدا خواهد هر شب در نماز تراویح 10 مینوت موعظه میشود خدا خواهد انشاءالله من حرکت میکنم انشاءالله خدا خواهد دستگیر کنه بیام انشاءالله خدا خواهد 10 مینوتی آیتی سوالهای شما آیتی معمایی که نسبت روزه دارن بیمالو همجا آرده پافتنش گیره قواسیا من اینجا خدا خواهد من کرسی قواسیا آرده پرتفتن گیره انشاءالله خدا خواهد ما گرفته سوالهای شما نه انشاءالله خدا خواهد قدر امکان جواب دادن خدا خواهد حرکت میکنیم با یک غزل زیرین انشاءالله صحبت امروزه را ادا میکنیم عزیزان من انشاءالله این ماه خوب هر یک جمعهش با غزل انشاءالله خدا خواهد انجام میتیم عزیزان من انشاءالله ماه پرفیضی پر برکات
چقدر خدا خواهد هنر داریم در این ماه خدا خواهد انشاءالله اجرا میکنیم. در این ماه خدا خواهد با یک شیرینی با یک خرسندی همه خرسند شود، همه یکدیگر تا تبریک کن. پیامبر سلام حدیث هست کسی که در آمدن ماه شریف رمضان میگه یکدیگرشون تبریک کنن و خرسندی بیان کنن، آتش دوزخ برای او حرام است. در اومدی زن تا بگو زنک ماه مبارک شریف رمضان مبارک باشد. بچه ها تگو، برادرها تگو، کی جایی که کی رو میبینی رو پرو میزنی خرسندی اظهار کن، شاد شو، خدا خواهد خرسند شو که الحمدلله که ما را به این ماه رسوند، ماهی پرفیض و پربرکت. حتی دیگر پیغمبر آرزو کرده که جاش است. خدا خواهد من دفعه دیگر میگم انشاءالله در این باره خدا خواهد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و بارک و سلم علیه و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. بسم الله الرحمن الحمد لله و صلاة و السلام علی رسول الله. پاک و پروردگار آنچه مسئله که ذکر کردیم اولا به هر یکی مایان عمل کردن و میسر بگردان. پروردگارا این ماه شریف مبارک رمضان به یک خرسندی، به یک طاعت و عبادت از خودت پروردگارا، یعنی برای راضی شدن خودت حرکت میکنیم. الها از ما راضی باشی خداوند. در این ماه تمام مسلمانان دنیا تنی صحت خاطر جمع آبادی مکان فیض و برکات پروردگار عطا نمایی و خدا خواهد این ماه مبارک همچون مبارک با آخر رسوندن الله نصیب بداریم. مبادا در این ماه عمرهم با آخر رسیده شد انشاءالله دروازه جنت شادگی است. به حساب و به کتاب این مؤمنان را الها داخل جنت بگردانی. آنان خیر احسان کردن، آنانی که در اینجا دست برداشته سیان پروردگارا چی مقصد و چی آرزوها دارند، خواه دینی است و خواه دنیای با فضل و کرامت برآورده خیر بگردانی. بیماران علی اسلام خداوند خود شفای کامل، قضا علی اسلام خداوند خودت نجات، به فرزند علی اسلام فرزندهای صالح و صالح کرامت نمایی، به بختای اهل اسلام بختاش نکشاده بگردانی. آنانی که از ما گذشتن محتاج یک کف دعا هستند قبرهاشون پر نور آخرتشون آباد بگردانی. آنانی که در سفر هستند عزم سفر دارند الها سفرهای با برار، صحت بردی سلامت با کیسه های پر با روی های سرخ نزد خاندان نزد وطن عزیز برگشتنش رو الله نصیب بداری. سوداگران را در سوداش، هنرمندان را در هنرش، کاسبان را در کسب و کارش، دهقانان را در دهقانش اله خداوند برکات عطا نمایی. خداوند در تمام دنیا تینجی آرام خاطر جمعی صلح و امنیت را برقرار بداری. رئیس جمهورم خداوند خودت عمری دراز رزقی فراخ تنیسیت خاطر جمع از هر گونه بلاهای ارضی سمای در پناه خود نگهبان باشی تا ایسی ناهی از برای بهبودن زندگی مردم سعی کوشش دارند. در سعی کوششی آنها برکات عطا نمایی. این جمهوری ما و شما را مثل جمهوری پوریخدا شدنش را الله نصیب بداری و تو فعل سبب استقلالیت که چی در دین و چی در دنیا خداوند برکات دادی تا قیامت الها پایدار بگردانی. و آن برادرانی که مظلوم که امروز خدا خواهد در فلسطین زیر شکنجه انشاءالله ای کافرها هستند در این ماه مبارک فقط از خودت دعا میکنیم پروردگارا بالای کافرها خودت غالب بگردان. آن کافرانی که برای نقشه کشیدن اسلام و قرآن حرکت دارند در نقشه هاشو خودت نیست و نابود بگردان. و جز دعا دیگر هیچی نمیآید از دستم. پروردگارا امروز اجابت دعا است، دعای ما را اجابت کن. این مظلومان از این دست ظالمان خلاص گردون و این ماه شریف مبارک رمضان در همونجا مبارک گردون. به یک خاطر جمع اهل جهتی همونجا روزگیریشون اله خداوند خودت شرایط کرده از خودت التماس میکنیم و به خودت دعا میکنیم. بجز دعا دیگر هیچی نداریم. اللهم تقبل منا هذا الدعاء انك انت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه الأجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. تا جمعه دیگر در حفظ و پناه الله مهربان باشید.